حقایق پنهان و دانستنی های غیر قابل باور از زندگی خانم نغمه که شما عزیزان هرگز حتی تصور کردن نمی توانید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب ما. خانم نغمه آوازخوان، شاعر، کمپوزیتور افغان که چهره و سیمای این خانم در میان فارسی زبانان و پشتو زبانان جهان شهره است. نغمه در سال 1964 در ولایت زیبای قندهار دیده به جهان گشود. نغمه به زبان دری و پشتو آهنگ می سراید. وی به زبان دری، پشتو، اردو و انگلیسی و عربی تسلط کامل دارد. خانم نغمه تحصیلات ابتدایی را در لیسه عینوی قندهار و دوره لیسه را در مکتب رابعه بلخی به اتمام رسانیده است. خانم نغمه علاقه برای ادامه تحصیل نداشت و از همین رو تحصیلات عالی ندارد. نغمه از همان جوانی به هنر آوازخوانی علاقه فراوان داشت و از همین رو نام نغمه را برای خود انتخاب کرد که شایسته هنر وی بود. در اصل نامش شاپیره است. خانم نغمه در چندین کشور مختلف جهان خانه دارد. در اصل خانم نغمه افغان امریکایی تبار است. نغمه گاهگاهی برای زندگی کردن به دبی و پاکستان می رود. وی عاشق فیلم دیدن است و علاقه خاصی به درماندر هنرپیشه موفق بالیوود است. خانم نغمه علاقمند صدای احمد ظاهر است و احمد ظاهر را الگوی موسیقی خود می داند. نغمه در سن 18 سالگی با رادیو تلویزیون ملی اولین آهنگ خود را ثبت کرد و برای مردم تقدیم کرد. خانم شاپیره در سال 1360 با منگل ازدواج کرد اما به دلیل‌های نامعلوم در سال 2004 از هم جدا شدند. نغمه در دوران جنرال دوستم عضو گروه موسیقی بود و در آن زمان که جنرال دوستم در اوج قدرت نظامی بود، خانم نغمه را یاری و همکاری کرد به خاطر رای هنرش و خانم شاپیره برای تشویق قوای نظامی آواز می‌خواند. خانم نغمه همیشه بیان کرده است اگر امروز من نغمه هستم قربانی‌های فراوانی در راه هنر دادم و به همین خاطر امروز من شاپیره افغانستان هستم. خانم نغمه دارای 4 فرزند می باشد از جناب منگل. وی دوباره با غلام نبی یک تن از رهبران جهادی ازدواج کرده است و زندگی سرشار از محبت دارد. خانم نغمه تا اکنون دارای 2750 آهنگ می باشد که تا اکنون هیچ خانم تا این حد آهنگ ندارد. خانم نغمه از جمله سرمایه ترین هنرمندان افغانستان است و در ضمن خشوع شفیق منیر هنرمند محبوب و حماسه سرای افغانستان است. ما برای این بانوی خوش صدا و خوش سیما نغمه افغانستان آرزوی موفقیت‌های فراوان و طول عمر می نماییم. دوستان عزیز، شما هم نظریات خود را راجع به آهنگ‌های خانم نغمه در کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیو را لایک نموده و با دوستان خود شریک سازید. تا درود دیگر، بدرود.